هستم. خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی من. امروز میخوام براتون آموزش حرکت پینچا مایور آسانایی که یکی از حرکت‌های معکوس پیشرفته هست رو بهتون یاد بدم. فقط قبل از اینکه شروع کنیم اگه ویدیوهای قبلی من ندیدین حتما ببینین. از مبتدی شروع کردیم تا به اینجا رسیدیم پیشرفته، و اینکه سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین تا در جریان ویدیوهای بعدی من قرار بگیرین. مرسی از حمایتتون. بریم شروع کنیم برای تمرین. برای اینکه بریم به سراغ حرکت پینچا مایور آسانا، اول یه ذره بدنمون رو گرم میکنیم، حرکت‌های مربوط به گرم کنندش رو انجام میدیم و میریم توی حرکت. خب همونجور که توضیح دادم تو ویدیوهای قبلی، کمربندمون رو میخوایم بچرخونیم که سرشون و کتفامون یه ذره گرم بشه. برای این کار کمربندمون رو میخوایم با آرنج صاف ببریم عقب و بیاریمش جلو. هر چقدر این بازتر باشه دایره حرکتی راحت تره. میخوام یه ذره با چالش بریم، یعنی اینکه هر کس در حد میزان بدن خودش، قابلیت بدنش، کمربندش رو اندازه میزنه و اینو میبره عقب میاره جلو. اگر میبینه آرنجش خم میشه باید یه ذره کمربندش رو بازتر بگیره. اگر کمربند نداریم میتونید از یه شال یا روسری استفاده کنیم. بریم با هم دیگه چند بار کمربند رو میچرخونیم. سعی میکنم به گردن و کتفم، به گردن و فکم فشار نمیارم. چند تا حرکت میریم با این، با دم و بازدم. بعد از اینکه کمربندم رو چرخوندم میذارمش کنار و آجر رو میخوایم ولی فعلا باهاش کاری نداریم، میذاریمش کنار. برای رفتن تو حرکت پینچا اول یه چند بار حرکت دولفین پوز رو با هم دیگه انجام میدیم. میرم توی شوان، میتونی هم پاشنه پاتو به دیوار بزنی هم روی زمین باشه. از توی شوان میرم آرنجام میذارم به دولفین پوز توی شوان 2 با دم و بازدم 3. دستامو تا جایی میارم پایین که بتونم دوباره بلندش کنم. 6 7 8 9 و 10. دستامو میذارم، میام دولفین پوز رو به سمت جلو، سرشونمو میکشم عقب، میام رو پنجه پا، رو کف پا با دم و بازدم 3. نمیذارم سرشونه هم بیاد به سمت پایین و جلو. 4 5 6. نگاه بین دو تا دست. 7 و 8. آروم میام توی شوان، دوباره با سینه به سمت پا ضربه میزنم. 2 3 4 5 6 7 و 8. آروم برمیگردم. خب میرم به اول با کمک دیوار این کار انجام میدم. میرم اندازه میزنم. اندازه رو چجوری میزنم؟ میستم، کف پام میذارم به دیوار به شرطی که بدنم عقب نره. قشنگ پاهام پای راستم و چپم که عمود پای راستم به دیوار. بعد برمیگردم و جای پاهام میام آرنجم میذارم به جای کف پاهام. دستان باید موازی همدیگه باشه، یعنی آرنج و مچ و انگشت وسطم توی خط. اوایل که در این تمرین میکنین ممکنه که دستاتون اینجوری به این شکل بره بیرون، به این شکل بشه، یا اینکه آرنجاتون بکشه بیرون، ولی کم کم با تمرین دستاتون جایگاه درستش رو پیدا میکنه. حتما باید انگشتای دستمون باز باشه و حتما پنجه‌های دستمون باید وزن داشته باشه. پس دستامو میذارم، پنجه‌های دستمو فشار میدم، میرم دیوار رو با یه پا هول میدم میرم جلو، دیوار رو هول میدم میرم بالا. اینجوری سرشونه رو نمیاد به سمت زمین. با آرنجم زمین رو هول میدم و کتفامو میکشم به سمت داخل و نگه میدارم. نگاه بین دو تا دست. اول تو این پوزیشن میمونم، نگه میدارم. 10 9 8 7. پام خیلی بالا نره، عمود باشه 90 درجه. 6 5 4 3
2 و 1. آروم میام پایین. یه دم بازدم میگیرم، یه کشش میدم به دست، کف دست به سمت سقف باشه و میرم به یه مرحله جلوتر. دوباره میرم بالای دیوار با زاویه 90 درجه و این دفعه سعی میکنم یکی از پاهامو آروم از دیوار بردارم و بکشمش به سمت جلو. قبل از اینکه بریم، به خاطر اینکه آرنجاتون نچرخه و دستتون تو جایگاه درستش باشه، ما میایم کمربندمون رو اندازه عرض سرشونمون اندازه میزنیم، یعنی حلقه کمربندمون رو اندازه سرشونمون میزنیم و میکنیمش بالای مفصل آرنجم. اینجا توی این مفصل، اینجا بالای مفصل آرنجم. آجرم هم میگیرم جلو دست و انگشت اشاره و شستم رو به این صورت میگیرم دو طرف آجر و میذارمش به سمت پایین. بازم باید کف دست رو زمین باشه و مچمون نچرخه به سمت بیرون. اینا رو همه رو آگاهانه سعی میکنیم که انجام بدیم. دوباره میرم به دولفین پوز، سرشونه ها رو میکشم به سمت داخل، سینه به سمت پا و دوباره قدم میزنم میرم بالا. این کمربند و آجر باعث میشه که شما نه آرنجاتون به بیرون بره نه دستتون بچرخه. نگه میدارم آروم. پای راستم میارم بالا، پام به این شکل نشه و پام عموده پنجه های پا رو میکشم و نگه میدارم. با دم و بازدم میمونم 1 2 3 4 و 5. آروم برمیگردم، اون تو پاهم برمیدارم میارم بالا، با سرش کیپ و نگه میدارم. 1 2 3. دائما سینه به سمت دیواره. 4 و 5. دوباره آروم برمیگردم پایین، کمربندم رو در میارم و دوباره یه کشش به دستم میدم، پشت بازورم میکشم و میرم به پشت دیوار. هم پشت دیوارشون میگم هم از این برشون. برای رفتن به پینچام دستامو دوباره اگر همچنان لازم است آجر کمربند استفاده میکنم. دستامو میذارم میام توی دولفین پوز، قدم میذارم میام جلو و یه پا ضربه میزنه. اون پایی که ضربه میزنه صافه و وقتی میره اون یکی پارم با خودش میبره برای استارتش. پا میزنم به دیوار و یه پامو از دیوار جدا میکنم، نمیذارم کمرم گود بشه به این شکل. سر هم حتما به سمت قرنیزای دیوار باید باشه. یه پامو برمیدارم، بازم رو قبض میکنم، سرشونه ها میکشم به سمت داخل، سر رو به رو، یه پا جدا یه پا به دیوار و سعی میکنم یه پامو ببرم یه پامو بیارم. پس یه پا میره یه پا میاد. این تمرین که چند بار بکنیم کم کم مرکز ثقل بدنتون پیدا میشه و توی این رفت و آمدا میتونیم که بدنمون رو عمود نگه داریم. برمیگردم پایین. بعد از اینکه چند بار اینا رو تمرین کردین دیگه میتونین که به سمت اینوری بریم و افتادنش هم یاد بگیریم. اگر انعطافتون خوب باشه، هم عقبای خوبی داشته باشین، میتونین پلش بکنین. اگر نه میتونین قلفش بکنین، یعنی پشتتون رو گرد کنین و با پشت گرد بیاین پایین. یه دونه اینوری میرم. برای رفتن تو پینچا باید حتما وقتی که میرم توی دولفین پوز آرنجامو که فشار میدن سینه‌مو بکشم به سمت پاهام. خب میام جلو، پای راستم میاد بالا، میارمش بالا، کیک میزنم و اون یکی پامم بلافاصله میارم بالا. بعضیا به اشتباه کمرشون رو گود میکنن. این اشتباه. باید باسن رو بکشی بیرون و پنجه های پا رو بکشی بالا، سر و سینه به سمت روبروه نگه میدارم. پنجه های دستم رو وزن میدم
و میکشم پامو به سمت سقف. پس این نیست. وقتی هم خواستین بیافتین، پات که داره میافته، سر میکشی بیرون، پا رو میذاری رو زمین. فقط باید حواست باشه که با کمر یهو نکوبه کمرت به سمت پایین. خب اینم از آموزش امروز. اگر سوالی دارین توی آموزش هایی که میدم حتما ازم بپرسین. سابسکرایب یادتون نره. مرسی که مثل همیشه منو همراهی کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. نامسته.